5 علائم سکته مغزی را که باید بدانید و باید این ویدیو را همراه همه دوستا و فامیلای خود به اشتراک بذارین تا اینکه آگاهی سطح معلومات طبی و صحی مردم در جامعه زیادتر و بیشتر شوند. دوستان عزیز و هموطنان گرامی، سلام. من دکتر نظری هستم. در این ویدیو من 5 مهمترین علائم سکته مغزی برای شما به معرفی میگیرم. سکته مغزی یعنی اختلال در رگ‌ها و در شریان‌های خونی که خون را به مغز انسان‌ها میرسانه. وقتی خون یک ذره کم شود در مغز یا به سبب گوناگون داشته باشه، سبب میشه که مغز آدم سکته میکنه، یعنی که از بین میرن و به خاطر سکته کردن مغز آدم یک علائم بسیار مخصوص و خاص دست وجود انسان پیش میاد که از جمله 5 مهمترین علائم شما برای شما در این ویدیو معرفی میکنم.